سلام خدمت همگی. خیلی خوشحالم تو جمعتون هستم. اه، توی چند جلسه قبلی ما یه مقدار تمرین یو آی انجام دادیم که کارهای جالبی هم ساختیم که فکر میکنم ویدیوهاش روی یوتیوب هست، همینجور که در واقع سمیر رو گفت. توی این جلسه یک کمی میخوایم مسیر کار متفاوت کنیم، یه مقدار راجع به انیمیشن ها صحبت کنیم، یه چند تا آیتم رو موشن کنیم، ببینیم کلا سازوکارش به چه شکله، کجاها میشه استفادهش کرد و از اینجور حالا مسائلی که حول مبحث انیمیشن و موشن میچرخه. من هدفی که دارم توی این جلسه اینه که از آیتم های بسیار کوچیکی شروع بکنم تا بعدا برسیم به یک انیمیشن، یک یو آی، حالا شاید در حد وای فریم، ولی فقط مهم اون ساید انیمیشنشه. یک از کارهایی که اول میخوام انجام بدم اینه که یک آیکون بسازم و این آیکون رو انیمیت کنم از یک حالتی به یک حالت دیگه، مثلا کلیک شد معمولی و کلیک شده. یکی از سایزهای استانداردی که آیکون ها دارن معمولا 24 در 24 که من اینو کوچیک‌تر میکنم، 26 در 26، اینم 24 در 24. این الان سایز آیکون ماست و مثلا من اسمش رو میذارم اینجا منو، فرض میکنیم، چون حالا داریم راجع به منو صحبت میکنیم. بعد کاری که الان قرار بکنیم که یک آیکون بسیار ساده بسازیم، ببینیم چجوری اصلا این سیستمش کار میکنه، اون حد حدوداش به چه شکله. من اینم توصیح میکنم، این پس زمینه رو سفید میکنم که اینجا راحت تر دیده بشه. یکی از کاری که معمولا انجام میدن اینه که در واقع گایدلاینی رو ایجاد میکنن برای کارشون که راحت تر بتونن دیزاین هاشون رو طبقه بندی بکنن دیزاینرها. فقط روی اینجا اگر این روشن بشه که خیلی خوبه. خب الان این که خیلی در واقع زیاده، من میذارمش روی طبقه بندی. آره دوتایی خوبه، 4 تایی هم نه، همین دوتایی خوبه. خب حالا من یک فضایی رو دارم، میخوام توش آیکون دیزاین کنم و یکم جلوتر توضیح میدم چرا اصلا این فضا رو ایجاد کردم و چرا یهویی نساختمش. یکی از نکات مهمی که باید بدونیم اینه که این فضا رو که ما ایجاد میکنیم، حالا مثلا یه همچین رنگی رو من میخوام بهش بدم، باید داخلش هم یه محیط حاشیه‌ای امنی در نظر بگیریم برای طراحی آیکونمون. یعنی من اینجا خطکش رو اگه بیارم از هر سمت 2 تا در واقع فاصله میدم، خطکش میذارم، از این برم همینطور، این 2 تا، از این پایینم 2 تا، از این برم 2 تا. رنگ این چیزها من کمی کم رنگ تر میکنم که الان شما این خطکشی ها رو دارید میبینید. دلیلش هم اینه که من اگر فرض بکنید که یک همچین آیکونی رو، یعنی مثلا این آیکون منه، فرض میکنیم این آیکون منه، حالا به هم ریختگی، من اینو میذارم یک جایی که استفاده بشه و اینو میخوام تحویل دیولپر بدم. چیزی که اگر من همینو خروجی بگیرم، چیزی که دیولپر بهش تحویل داده میشه یک آیکونی در سایز 12.5 در 4.5 که بازم لاینیه و دچار مشکلاتیه. حالا این چرا ایراد داره؟ علاوه بر اینکه خب پروژه تمیزی نیست، دیولپرها ساختار کارشون این شکلیه که وقتی میخوان یک محیط منو رو طراحی بکنن، میگن یک فضا برای آیکون میذاریم، یک فضا برای نوشته میذاریم، همینطور اینا رو تکرار میکنن. ساختار خیلی قانونمندتریه. برای همین اگر من هر کدوم از آیکونام، مثلا یکیش اینجوری باشه، هر کدوم از آیکونام سایز مختلفی داشته باشه، این نیاز فضا سازی و قانونهایی که دیولپر میچینه رو همه رو به هم میریزه. برای همینه که من هر کاری میخوام بکنم توی یک همچین قاعده و قانونی انجام میدم که بعداً توی ساید دیولپمنت دچار مشکل نشیم و همه آیکون ها یک سایز رو داشته باشن عملا. خب برگردیم سراغ منومون. توی منوها معمولا 3 تا خط میذارن. حالا ما اینجا میخوایم یه منوی مینیمال تر کار بکنیم، 2 تا خط میذاریم براش. مثلا روی همین آیکون پن کلیک میکنیم، یه دونه میزنیم، شیفت رو نگه میداریم که روی زاویه های درست بچسبه و یه دونه این رنگش هم سفید و اینجا من میخوام قطرش رو بذارم 2.
یه دونم کپی میگیرم میذارم اینجا و این دوتا رو هم وسط چی میکنم. این الان آیکون منوی ماست. حالا کار دیگه میتونم انجام بدم، مثلا دورش رو بگم شما راوند باش و اونجوری تیز نباشه. خب حالا این منوی ماست. ما یا اگه بدونید انیمیشن ها این شکلیه که معمولا دست کاربر رو میگیره از یک حالت میبرتش سمت یک حالت دیگه. یه حالتی ما داریم که وقتی یک دکمه رو کلیک میکنیم اسنپ میشه، یعنی در جا این آیکون تبدیل میشه به یک آیکون دیگه، مثلا زبده. زمانی که ما از موشن استفاده میکنیم دوست داریم که کاربر یکهایی تو یک فضای قرار نگیره و آروم اون رو هدایت بکنیم به سمتی که میخواد بره. حالا ما توی این فضا چجوری باید این کار بکنیم؟ من اسمش تغییر میدم به منوی نرمال. یه کپی هم ازش میگیرم میارم جلوتر میذارم و اونجا ادیت های خودم رو انجام میدم. این کپی ما. و خب حالا من میخوام که اینجا اون تغییراتی که مد نظرم هست رو انجام بدم. مثلا من این برای اینکه تبدیل بکنم دکمه منو رو به زبده، چون قراره که منو جایی هست که باز بشه، وقتی باز بشه دوباره قراره که دکمهش تبدیل بشه به دکمه خاموش و بستن. اینو میام میچرخونم مثلا 45 درجه، این هم میام 45 درجه میچرخونم. از این منوی بالا وسط چین میکنم، اینم همینطور. الان ما زبده رو داریم، این دوتا هم سوا. اینو میذارم اسمشو پرس. اسم گذاری لزومی تو کار نداره، ولی بعدا برای خود ما و دیولپر راحت تره فهمیدن اینکه چه اتفاقی داره میفته. حالا میخوایم بریم سراغ اصل ماجرا، انیمیشن. من یه پلتفرمی رو باید ایجاد بکنم که این موشن ها رو روش به کار ببرم. برای همین اولین کاری که میکنم اینه که یک حالا ویوی مثلا آیفون 16 پرو اینجا میارم که البته برای این کار خیلی بزرگه. یه ویو کوچیک‌تر، مثلا حالا این یکم هم کوچیک‌ترش میکنم چون اینجا ما الان به اون قضایای سایزی کار نداریم، یه همچین فضایی ما داریم. رنگش هم میکنم مشکی و یک کرمی هم به اطرافش میدم که یه جورایی نماد حالا اون موبایل های الان باشه. خب حالا من میخوام یه کاری بکنم که وقتی کاربر روی این کلیک کرد این تبدیل بشه به این تصویر. کاری نداره، روی یکیشو کلیک میکنم، پروتوتایپ رو از بالا میزنم و رو هر سمتش که وایسید مهم نیست کدوم سمت یه نقطه ای میاد، این نقطه رو وصل میکنیم به حالت بعدی. اینجا سری منوها میاد میگه خب چه چیزی این اینتراکشن رو تریگر بکنه، کلیک بشه، موس بکشتش، موس بره روش، همه این حالات ها هست. ما اینجا بخوایم زمانی که کلیک میشه این اتفاق بیفته. اکشن هم که خودش از قبل انجام داده، شما بهش گفتیم از اینجا به اینجا تبدیل بکن که میگه نویگیت تو این فریم. حالا انیمیشن مهمه. اینستنت یعنی همون اسنپ لحظه‌ای که کلیک میکنیم درجا تغییر میکنه. برای اینکه روند در واقع تغییرات ما رو بخواد انیمیت بکنه باید بیاریمش بذاریم رو اسمارت انیمیت. حالتش رو هم اینها حالت یه مقداری معمولا خشکتری هن، ولی پایین تر مثلا شاید یکی دو سال اضافه کرده فیلم این مقدار نرم ترن. مثلا من میذارم روی اسلو و حالا این هم مدتیه که انیمیشن ما قرار طول بکشه که 600 میلی ثانیه است. خب من اینو فعلا اینجا میذارم. کاری که الان انجام میدیم اینه که من یک کپی از این میگیرم و میارم داخل فایل خودم قرار میدم، یا اصلا قبلش برای اینکه تست بکنیم کارمون درست بوده یا نه همینجا میتونم این پلی رو بزنم تا این لود بشه. خب الان قاعدتا من زمانی که روی این آیکون کلیک میکنم باید انیمیت بشه به اون حالت دومی. دقیقا این اتفاق میفته. حالا نکته اینه که این انیمیشن ها باید برگرده قاعدتا و این برگشتش هم خیلی راحت میشه هندل کرد. من رو دومی کلیک میکنم رو حالت پروتوتایپ، این خط رو میگیرم میچسبونم به اولی. تا زمانی که شما به هیچ چیز دست نزنید همون رفتار انیمیشن اولی رو برای دومی تکرار میکنه.
تا وقتی که شما تغییر خاصی ندید. یعنی الان من اینجا کلیک میکنم برمیگرده، کلیک میکنم میشه ضرب، کلیک میکنم میشه منو. حالا ما اینجا باید یه نگاهی بکنیم ببینیم اینو ما تو سناریوهای واقعی چجوری میتونیم بهتر استفاده بکنیم و برای همین یک مرحله لازمه که کار اضافه انجام بدیم. من یه بار این انیمیشن رو پاک میکنم کامل که یک بریم سراغ یک مسئله ای. اینم حتی پاک میکنم. ببینید الان ما کاری که انجام دادیم این بود که شبیه این بود که 2 تا صفحه ایجاد کردیم، گفتیم هر چی تو این صفحه بود انیمیت بشه به هر چی تو این صفحه بود، در صورتی که تو سناریوهای واقعی این اتفاق نمیفته. ما میخوایم که المان ها تک تک انیمیت بشن. برای همین ما باید کاری که انجام میدیم اینه که تبدیل بکنیم بعضی از المان هامون رو به کامپوننت و کاری که اینجا قرار انجام بدیم هم همینه. یک المان رو کامپوننت میکنیم که این به ما اجازه میده اون انیمیشن درون خودش اتفاق بیفته. کلیک راست رو میکنیم و میریم روی این، فکر کنم جاشو یه مقدار اینجا یه دونه از این کپی بگیریم، یک پراپرتی بهش، یک در واقع حالت دیگه بهش اضافه بکنیم که من اینجا یک وریانت اضافه میکنم. فکر کنم الان رو خودش کپی شده. نه، این میاد پایین تر، یک کم بهش فضا میدم پایین که خب حالا ما این فضا رو اینجا داریم و در جلوتر بهتون میگم که چرا ما داریم کارا رو انجام میدیم. اینجا دوباره این تغییراتی که قرار بود انجام بدیم و انجام میدیم. این 45 درجه وسط چین، 45 درجه اینجوری. خب تمام. بعد اینجا هم کلیک میکنیم و آره. خب حالا همون کارهایی که برای پروتوتایپ انجام، برای انیمیشن انجام دادیم و دوباره انجام میدیم. اینو وصل میکنیم به دومی، میگیم زمانی که تپ شد یا هم به قول خودمون کلیک شد اسمارت انیمیت کن، حالت اسلو باشه، اینا همه هست. دوباره نمیایم میشستیم به بالایی. حالا کاری که خوبی اتفاقی که اینجا افتاده اینه که من میتونم یک کپی از این آیتم بگیرم بیارم اینجا و نگران این نباشم که حتما تو این وقتی میخوام انیمیت انجام بدم تمام این صفحه اطلاعاتش تغییر میکنه به صفحه دوم. تو خود این صفحه انیمیشن ما اتفاق میفته، چون انیمیشن ما یک جای دیگه ای رقم زدیم، اینجا فقط داره نمایشش میده. من الان اینو میارم این پایین میذارم مثلا با 20 فاصله. یه تستی بکنیم ببینیم آیا جایی از کارمون مشکل نداشته باشه. اینجا کلیک میکنیم عالی. الان یعنی داره کار میکنه. منو میشه ضرب در، یعنی کنسل کن اگر منوی بالا اومد. ضرب در یعنی منو در واقع یعنی که منو رو بیار و چون ما همونجا هستیم ضرب در یعنی اون منو رو ببر. خب تا اینجا کارمون درست بود. حالا بریم یه سری کارهای جالب‌تر انجام بدیم. من کاری که میکنم اینه که این آیتم رو یه کپی هم میکنم توی این صفحه و یه منوی، حالا یه منوی ساده ایجاد میکنم چون اینجا بیشتر مبحثمون الان روی انیمیشن. از سایزش بزرگه. خب مثلا ساین اپ و نوشته های تستی بیشتر و مثلا ویز. خب یه مقدار هم اینا رو تمیزتر میکنم، حروف رو به هم میچسبونم، یه مقدار بولد میکنم. خب حالا به همین شکل فرض میکنیم حالا این برای یک سرویس استریمینگه. خب اینجا من هدفم اینه که زمانی که روی منو کلیک کردم، یعنی وقتی اینجا خالیه، توی صفحه دوم این المان‌های منو نمایش داده بشه. حالا یک قانون کلی ما اینجا داریم. من همین رو اینجا بذارم، هم اینجا. قانون کلی اینه که شما اگر میخواید مثلا این ساین اپی که اینجاست توی انیمیشنتون بره اینجا، شما حالت قبلیشو باید توی این صفحه قرار داده باشید.
سیستم موشن فیگما، انیمیشن فیگما اینه که میخواد مسیر شما رو تو اون انیمیشن بفهمه. حالا اینو من با یک حرکت کوچیک تکرار میکنم. اول اینجا اینو میبرم بالاتر، اینا رو با هم دیگه پروتوتایپ میکنم، وصل میکنم، دقیقا همون سیستم رو داره تا زمانی که ما تغییر ندیم همون کار رو میکنه و اینم بهش برمیگردونم دوباره. خب یه دونه پلی میزنم. الان قاعدتا من کلیک میکنم این ساینا باید بره بالا، الان میره بالا، حالا میاد پایین. حالا کار خلاقانه‌ای که میشه اینجا انجام داد اینی که حالت قبلش رو مخفی کنیم. خب این چند حالت داره. مثلا من میتونم اینو بذارم این پایین، وقتی کلیک میکنم میاد بالا، وقتی میزنم میره. خب حالت دیگهش اینه که من مثلا اینو بگیرم اینجاها و اپاسیتیشو صفر کنم، وقتی کلیک میکنی میاد بعد میره. یعنی همیشه شما باید مسیر قبلیشو مشخص کرده باشید. حالا یه سری ادیت های ریزم اینجا الان انجام میدم که کم کم این کارمون تکمیل بشه. من این منوی که منوی بالاست. خب حالا اگه یادتون باشه ما قرار بود که کاری کنیم که این آیتم وقتی میاد اینجا حالت ضرب در بگیره به خودش. چند تا راه هست. هم میتونم تفاوت بدم بین این صفحه و این صفحه، بیام اینجا ضرب درش کنم. هم میتونم از همین کنار پراپرتیشو بذارم رو وریانت 2 و ضرب در بشه. یعنی کلیک میکنی این شکلی، کلیک میکنی ضرب در میشه. حالا من با همین قوانین میتونم به راحتی بازی بکنم. اینو من پاک میکنم، منوی خودمون رو میارم اینجا و مثلا میگیم 60 تا فاصله، اما نمیخوام الان اینا معلوم باشن، چون یه حالتیه انگار که با مثلا این منوها اصلا نیستن، اپلیکیشنی در جریانه، این منوها اصلا نیستن. حالا من اینا رو نگه میدارم، حالت نهاییشو صفحه دومم قرار میدم. حالا اینجا میتونم با اینا بازی کنم. مثلا من اینو میبرم سمت چپ، چی میشه؟ کلیک میکنم، منو میاد، پایین ضرب در میشه. توجه کنید که اگر شما گوشی دستتون باشه معمولا شستتون همون براست. حالا چه میخواید در واقع برید تو تاسک منیجر، چه میخواید کلیک کنید، معمولا شستتون همونجاست. واسه همین راحت روی این منو کلیک کردن و رفتن سمت در واقع منوها. حالا کاری که ما می‌خوایم اینجا انجام بدیم اینه که یه مقداری هم باز این مسیر رو زیباتر بکنیم. مثلا اگه بخوایم با این سیستما بازی بکنیم اینه که من یه کمی میبرم عقب‌تر، این هم یکم عقب‌تر، همینجوری به نسبت این کار رو انجام میدم و همه اینها رو هم میبرم بیرون. حالا اینو پلی میکنیم، ببین اینا دارن با یک حالت کندی دونه دونه وارد میشن. حالا عملا اینجا چون سرعتش بالاست خوب دیده نمیشه، ولی دونه دونه اساینا بلا کمپیج موویز اینا آروم با هم دیگه وارد میشن. حالا میتونیم همین سیستم رو ادامه بدیم. من اصلا نمیخوام از سمت چپ بیارم اینا رو و میخوام اینا رو به هم دیگه نزدیک کنم، مثلا یه همچین فرمی و بیارمشون مثلا اینجا. و دوست دارم که چون اپلیکیشنمون اون پشت در جریانه یک پس زمینه مثلا باتم شبیه باتم شیت بیاد. اینم راحته. یک فریم میکشیم، من این فریم رو میذارم سفید اصلا یا اصلا این رنگی. خب اینو هم میارم میچسبونم اینجا، این هم همینطور. به با این خود باکس ما مثلا 22 تا کرو داره، این هم دقیقا بالاشو 22 تا کرو میدم که هماهنگ باشه با اون سیستم دیوایسمون. خب حالا این هم دقیقا همون حالت دیگه. من اینو میارم پایین و اینجا میارمش بالا. فقط نکته بسیار مهم تقدم و تأخر یا در واقع ترتیب لایه های شماست. اینجا شما باید این آیتم زیر لایه شما باشه و همینطور توی صفحه قبلی این آیتمی که ما دیزاین کردیم باید زیر همه لایه ها باشه تا این انیمیشن درست کار بکنه. حالا یه نگاهی بکنیم ببینیم چی میشه الان این کار با بکنیم. کلیک میکنیم میاد بالا با این موشن زیبایی. دقت بکنید که تمام المان ها الان انیمیشن داره، هر چیزی داره با یک آرامشی میاد بالا و این نزدیک بودن این موشنه به چیزهایی که ما در طول روز میبینیم خیلی احساس خوبی معمولا به کار برا میده. یه چیز خشکی رو داریم نمیبینیم، یه چیز زنده رو داریم میبینیم.
خب حالا الان اینجا متوجه باگی هم شدیم. برای افرادی که تازه اومدن من اینو بگم که من یک عادتی دارم که اصلا تا حد ممکن قبل از شروع کلاس چیزی آماده نمی کنم تا با هم بریم جلو و با هم اشتباه بکنیم و اشتباهاتمون هم تصحیح بکنیم. خب یکی از باگ ها این بود که من این پس زمینه مشکی رو نگه داشتم، ولی چون کامپوننته از اینجا میتونم این پس زمینه رو خاموش بکنم و هر جای دیگه من این آیکون رو استفاده بکنم درست میشه، یعنی رعایت میشه. خب حالا بریم ببینیم بازم چه کار خلاقانه ای میشه انجام داد. من این فریمی که اینجا داشتم یکم بیارم بالاتر، یعنی اینجا. این هم یکی از کارهایی که میشه کرد، یعنی شما یه تیکه یه زبانه ای از اون طرحتون رو نشون میدی این شکلی، بعد میره پایین بعد میاد بالا. خب حالا روی این کلیک میکنیم میره بالا. خب حالا میخوایم ببینیم که یه کار کنیم که این آیتم ها بلر بشن وقتی دارن میرن پایین. پس باید حالت قبلشون رو بلر کنیم. کافیه این آیتم هایی که اینجا هستن کلیک کنیم، من بیارم بالا و افکت رو بزنیم، لیر بلر رو روشن کنیم و یه مقدار مثلا زیادش میکنیم اینجوری. دوباره اینا رو میبریم پایین. خب حالا ببینیم چی میشه. زمانی که دارن میان بالا بلر هستن، آروم آروم تبدیل میشن به یک حالت واقعی و کاربر میتونه رو هر کدوم از اینا کلیک بکنه، اگه نخواست دوباره اون منو میره پایین. ولی خودم بیشتر ترجیح همینه که این المانم پایین باشه و اینجاها اپلیکیشن باشه و وقتی که رو این کلیک میکنه این منو مثلا بیاد بالا، وقتی نمیخواد دیگه بره پایین. خب این یکی از کارهایی بود که ما تونستیم انجام بدیم. پس الان اگه دقت کرده باشید این المان پایین ما هم حتی انیمیشن داره، منو دقیقاً وقتی روش کلیک بکنیم خودش تبدیل میشه به اکشن بعدی که باید انجام بده که ضرب داره و المان ها هم داریم اینجا میبینیم. حالا داشتم روی این فکر میکردم که اگر مثلا روی بلاگ کلیک شد یا اصلا روی هوم پیج کلیک شد، مثلا چی کار میتونیم بکنیم که جذاب باشه واقعا. من میرم سراغ صفحه بعدی. این صفحه بعدیمون، خب یا فقط دقت بکنید که همه چیز رو باید آرام آرام بسازید، چون هر تغییری که شما میدید مسیری رو داره میسازه. فقط من داشتم روی چیزی هم بینابین فکر میکردم ببینم این کار میکنه یا نه. این باکسر اگه یادتون باشه، نمیدونم فیلم ها میتونه این انیمیشن درست انجام بده یا نه. کلا اینو کروش بکنم یک کمم کوچیکتر، بازم کوچیکتر، مثل همین لایه‌ای که پایین آیفون قرار میگیره، اما فکر نمی کنم خوب در بیاره اینو. آره اطرافش رو دچار مشکل میکنه. خب هیچ. خب حالا اینجا من میخوام که رو هوم کلیک کرد اینجا یک اتفاق بیفته. فعلا من میرم تو پروتوتایپ، هوم پیج رو که میزنم بستش میکنم به اینجا، هیچ اتفاقی هم فعلا نمیفته. یعنی الان من اینجا رو که کلیک بکنم هوم پیج رو بزنم میریم صفحه بعد، ولی فعلا تغییری نمیبینیم. من اینم فعلا قطع بکنم. خب حالا الان ما تغییر رو باید الان به وجود بیاریم. میگیم وقتی که رو هوم پیج کلیک شد کارهای جالب میشه. مثلا میتونیم بگیم هوم پیج بره بالا، سایزش کوچیک بشه، مثلا بیاد اینجا. الان همین رو میخوایم ببینیم، تست کنیم دیگه، ببینیم الان ما این هوم پیج میزنم میره بالا. عالی، این الان عالی. و دوست داشتم که اینا جای اون هومه رو پر کنن، اینم بیاد یه طوری باشه انگار اصلا اون هومه هیچ وقت نبوده و با هم دیگه اینا برن پایین، ببینیم میشه یا نه. و البته اینم استیتش باید برگرده به حالت اصلی. امیدوارم که خوب در بیاد. هوم پیج رو میزنیم. الان خوب شد. فقط من این انیمیشن رو میخوام کار کنم که طولانی تر باشه، شما بیشتر ببینید. مثلا من میذارم حالا مثلا 2 ثانیه ببینیم این چطوری پلی میکنه. اول میرم صفحه قبل، اصلا اینجا منو رو میزنم، نه این نبود، منو رو میزنم، هوم پیج رو میزنم. آها، هوم پیج رو که میزنی خود هوم پیج میره بالا، اون منویی که ما توش بودیم دیگه جمع میشه، یعنی به این شکل. خب خوبه.
نکته بسیار بسیار مهمی که توی کارهای موشن و انیمیشن کلا تو هر مدیومی که دارید کار میکنین باید در نظر بگیرید اینه که هیچ وقت کاربران منتظر نمیمونن انیمیشن شما رو ببینن، چون براشون اهمیتی نداره. انیمیشن باید یه چیزی باشه که اون پشت در حال انجام باشه و به کاربر کمک بکنه. اما زمانی که انقدر کند میشه که کاربر رو منتظر میذارید برای دیدن انیمیشنی، اون کاملا تاثیر منفی میذاره. برای همین من دوباره این سرعتش رو میذارم روی همون مثلا 600 که بود و دوباره پلی میکنیم، هوم پیج رو میزنیم میاد بالا. حالا ما میخوایم که وقتی رو هوم پیج کلیک شد، مثلا اگر یک سری سریال مثلا فرض کنیم برای این استریمینگ سرویس داره دیده میشه، اونجا بیاد لیست بشه. فعلا من چند تا کارت ایجاد میکنم اینجا به نام در واقع اون مثلا پوستر فیلم های ما، یک همچین چیزی، یه مقدار کرو میکنم، یه کپی میکنم ازش. البته که توی دیزاین های اصلی شما باید روی گریت ها کار بکنید و خیلی تمیزتر دیزاین رو ارائه بدید، ولی من دارم فقط اینجا جهت زیبایی و حالا خود انیمیشن این کار رو انجام میدم. خب و یه کپی دیگه، خب الان ما چند تا المان داریم، اینا رو میاریم اینجا. الان من یه کاری انجام ندادم، میخوام ببینم که چطور میشه وقتی میگم که اون مسیر رو باید طی کنه و طی نمیکنه چی میشه. هوم پیج رو که من بزنم میبینید این المان ها طوری اینجا میان که انگار گذشته ای ندارن، چیزی رو طی نمیکنن، ولی بقیه‌شون گذشته دارن و یک مسیری رو میرن جلو. واسه همین ما گذشته براشون در نظر میگیریم. اولی که اینو من میندازم پشت همه لایه ها، یعنی اینجا میندازم پایین. یه کپی میگیرم میارم اینجا. اینه ها من میخوام کار جالب کنم، این فاصله بین اینا رو خیلی کم میکنم و برای اینکه مشخص بشن اینا زیر هم دیگه یه گرادینتی هم بهشون میدم که معلوم بشه وقتی که زیر هم دیگه میرن چه شکلیه. رو همه اینا اعمال میکنم و همینطور رو همه اینا. خب حالا من اینو دوباره میندازم این زیر، فاصله شون رو کمتر میکنم و میارم مثلا پایین یا مثلا این اواسط دیگه نمیشه. خب دوباره مسیر رو میریم جلو ببینیم حالا چی شده. من اینجا منو رو میارم، هوم پیج رو میزنم. الان متوجه شده دیگه کارت ها جمع شده بودن، الان آروم پخش شدن، اون مسیر رو طی کردن. میرم عقب به این شکل. حالا میگم این مسیر رو هر چقدر ما زیباتر نشون بدیم بهتره. من یکم اینجا در میارم، مثلا ما اگر اینو فاصله شون رو بیشتر کنیم ببینیم حالا چطور میشه. میارم اینجا میندازم پشت و میارم پایین، مثلا کاملا پایین، پلی میکنیم. الان قشنگتر شد. منو دونه اطلاعات چیده شدن زیر همدیگه، خیلی هم تمیز و زیبا داره به نظر میاد. حالا نکته که اینجا به وجود میاد اینه که زمانی که این اتفاق میفته در واقع هوم پیج رو میزنیم و سریالامون مثلا میاد، این آیتم این پایین منو داره خوب دیده نمیشه. ممکنه پوستری بیاد که سفید رنگ باشه یا هر چیزی اینجا خوب نمایش داده نشه. اینم راه حل داره. کافیه که ما یک شیپ اینجا ایجاد بکنیم، بهش یک گرادینتی بدیم از سیاه به دوباره همون سیاه ولی با اوپاسیتی 0. اینو میاریم میندازیم توی این صفحه، میاریم پایین. حواستون باشه که باید لایه منو تاپ باشه، یعنی الان این منو داره دیده میشه. این یکم اینو بزرگ میکنیم میاریم پایینتر طوری که تا حد ممکن این قطع شدگی گرادینتمون کمتر و کمتر دیده بشه. مثلا یکم هم میتونیم بیاریم پایینتر اینو، حتی همین هم میتونیم کمی کم رنگتر کنیم که فقط همراه بشیم با این سیستم اطلاعات. خب حالا من یه دور میبینم ببینم چی شده. هوم پیج میزنم درست میشه، برمیگرده. هوم پیج میزنم. خب الان داره کار میکنه و نیازی هم نیست ما انیمیشن دیگه ای هم به خرج بدیم، چون یه سری مواقع واقعا انیمیشنی که ما میخوایم همون فید این شدن، یعنی میخوایم که نباشه آروم روشن بشه. بعد حالا یه کار دیگه هم میخوام بکنم، ببینم اگه من اینو پروتوتایپ رو بزنم
و اینو بهش بگم وقتی رو کلیک میکنیم دوباره این منو رو بیار، ببینیم که چی میکنه. و رو این من میزنم، میریم جلو، هوم پیج، منو، هوم پیج، منو. خب خوبه. و حالا جالبیش هم این شد که چون همون مسیر رو داره برمیگرده، هوم پیج رو که میزنید وقتی دوباره منو رو کلیک میکنید این هوم پیج برمیگرده سر جای خودش که چیز دیگه رو شما بتونید انتخاب بکنید. خب حالا همین مسیر رو ما ادامه میدیم. فرض میکنیم که یه سری فیلم داریم و میخوایم یکیشون بیاد صفحه، مثلا کلیک میکنیم که جزئیاتش رو ببینیم. من اینو دوباره اینجا نگه میدارم، یه کپی از این میگیرم و یه سری مکانیکا رو شاید لازم باشه که تغییر بدیم. مثلا من این لایه رو فعلا برمیدارم، اینم فعلا حذف میکنم، این هوم پیج رو میذاریم بمونه. آره هوم پیج بمونه، کاری و جالبی باش دارم. خب الان یه چیزی رو باید دقت بکنیم. الان من میخوام یه کاری بکنم، میخوام یکی از اینا بیاد اینجا و بزرگ بشه. همین الان این کاری که کردم و میخوام انیمیت بکنم ببینم چی میشه، چون اشتباهه، چون میدونم الان این روش اشتباهه. میخوام ببینم که چیکارش باید کرد. مثلا کلیک دیدید الان انیمیشنی انجام نشد، من میخوام این بیاد. یکی از مسیرهای اشتباهی که رفتیم اینه که اینا گروهن و گروه ها رو حتما باید در قالب گروه حفظ بکنیم. پس من هم اینجا باید آن گروهشون بکنم، هم برم صفحه قبلی اینجا هم پیداشون کنم و آن گروهشون بکنم. یعنی الان کماکان مکانیک ما برقراره. خب حالا اینجا مهمه. مثلا من رو این کلیک میکنم، این همینو کپی میگیرم میاد اینجا. دقت بکنید که تو اینجور کیس ها اسم لایه خیلی مهمه. یعنی اگر اینجا فریم 2، توی این صفحه بعدی هم باید فریم 2 باشه که پیگما بشناسه که چی رو باید بیاره. خب اینو میارم این وسط، با اسکیل حتی میتونم بزرگش بکنم. و حالا اینجا یه سری انیمیشن های کوچیک جذاب میتونیم طراحی کنیم. اول دیگه همینو ببینیم کار کرده یا نه. درسته کار کرده. حتی مدل رفتن اینها رو هم ما میتونیم براش یه برنامه‌ای داشته باشیم. به این شکل مثلا میتونیم بگیم که وقتی روی این کلیک میکنیم مثلا این بره پایین. البته اینجا نه، سناریوشو فقط داریم میشینیم. اینا رو من کپی میکنم، همینجا دوباره پیست میکنم، میارمش پایین و اوپاسیتیشون رو صفر میکنم که مسیر رفتنشون هم معلوم باشه. یعنی این شکلی. الان من دوباره اگر مثلا رو همین کلیک بخوام بکنم بگم این برگرده، میبینی میاد پوستر ما میاد عضو اون گروه میشه، کلیک میکنی از گروه فاصله میگیره. خب حالا ما به زمانی که روی این فیلم کلیک کردیم، این فیلم یک اسمی داشته دیگه. قاعدتا من دوست داشتم اول همین اسم رو تغییر بدم به اسم فیلم، ولی خب میخوام کار جالب‌تری انجام بدم. قاعدتا مثلا من میام اینو کوچیک‌تر میکنم، یعنی هنوز یعنی هوم پیج جایی بود که بودیم، یه کپی از این میگیرم، مثلا مینویسیم خب اینجا اینو بزرگ میکنم. حالا اینجا یه تستی بکنیم دیگه. ببین الان هوم پیج میره بالا، اما بتمن که نوشتیم این هیچی نمیشه. برای همین ما اینم باید براش فکر بکنیم. اینو من کپی میکنم میارم اینجا. ببینیم حالا باید یه سری کار فان میشه انجام داد دیگه. مثلا من اینو میتونم جلوی همین هوم پیج بذارم و اوپاسیتیش رو صفر بکنم. ببینیم من هدفم این بود که مثلا این انگار که عنوان فیلم یه جوری داره اینو هول میده به سمت بالا. تقریبا خوبه، اما ایده بهتری دارم برای این هول دادنه. همینو من میارم اولی که زیر همه لایه ها طبق معمول میارم این پایین میذارم و اوپاسیتیش صفر میکنم. الان واقعا اسم فیلم هوم پیج رو هول میده، چون کلمه هوم پیج دیگه اون اهمیت قبل رو نداره. هولش میده، کوچیکش میکنه، میره بالا، چون هم میخوایم نشون بدیم که از کجا اومدیم، هم میخوایم نشون بدیم کجا هستیم. و
الان من کلیک میکنم قاعدتا دبستم از پایین میاد هوم پیج هول میده. آره، یعنی میگیم الان اسم فیلمه که مهمتره، هوم پیج اهمیت کمتری داره. کما اینکه میتونیم اینو کم تر هم بکنیم. آره خب، و دیگه حالا اینجا ما یک پوستر فیلم رو آوردیم، احتمالاً سری توضیحات پایینشه که اینا فعلا خیلی مهم نیستن. یه باطنی میخوایم اینجا که ببینیم آقا این فیلم رو دیدیم ندیدیم، یا اگر دیدیم یه کاری مثلا بگیم که میخوایم به واچ لیست ادش بکنیم، یا مثلا دیدیمش همین الان. حالا کارهای جالبی میشه کرد. مثلا اول اینکه چون اینجا منو کمتر الان اهمیت داره و بیشتر اکشنی که تو این صفحه میخوام انجام بدم مهمه، من میتونم یه مقدار منو رو کوچیک بکنم، مثلا بذارمش اینجا، همینجا برای خودش باشه فعلا. یعنی الان این موشن هم الان داره انجام میشه، کلیک که میکنی کم اهمیت تر میشه اون دیزاینی که انجام دادیم و بعد میاد وسط، ولی هنوز فانکشن خودش رو در واقع داره. میبینی؟ خب اینجا ما یه باتن جذاب میخوایم درست کنیم. برای این کار یک شکلی من اول خلق میکنم، مینویسم باتن، بعد رنگش هم همینو میذارم یه حالت مثلا این رنگی، نمیارم میذارم اینجا فعلا. خب بعد دورش هم کامل کرو میکنم، یه کمی هم مثلا همین 26 خوبه، عالی. بعد میرم که از این نوشته های خودم رو اینجا میام کپی میکنم، میندازم این تو، رنگش هم مشکی. خب یه همچین چیزی رو مثلا اینجا میذارم و فاصله شونم یه مقداری مثلا کمتر میکنم که جذابتر باشه. که اینجا میخوام میگم مثلا اگه اینو دیدی دیگه روی این کلیک بکن، یا اصلا فقط مینویسیم همین. البته مشکل این الان اینه که باطن نداره، یعنی انگار که قبلا دیده شده، واسه همین هم علامت سوال جالب بود. خب حالا به نظر من اینجا از تو این مرحله ما رنگ رو ازش بگیریم، بهش لاین بدیم که اون احساس نسبتا نامطمئن بودن که هنوز اینو دیدم یا نه رو بهش بدیم. اینجوری نباشه که خب این باطن که روشنه پس حتما دیدم، یعنی تمام بشه بره. حالا ببینیم چه کار جالبی میشه با این انجام داد. اینو من اینجا خارج میکنم، پس زمینه رو مشکی میکنم که ببینید راحت‌تر. اینو من خارج میکنم. حالا ما کلی کار میتونیم باش انجام بدیم. اولین کاری که باید بکنیم اینه که تبدیلش بکنیم به یک کامپوننت که بتونیم باهاش بیشتر کار بکنیم و حالات مختلفی به خودش بگیره. یه کپی ازش میگیرم. این حالتیه که طرف کلیک میکنه و فیلمو دیده. خب حالا یه کار جالب میکنیم، یه چیزی شبیه کپسول درست میکنم، یعنی یه همچین چیزی، اینم اینطوری کروش هم زیاد. خب الان که دارم به این فکر میکنم این هم یه کار جالبی میشه باش کرد. اصلا من اینو حذف میکنم، اینو میارم اینجا. فواصلش خیلی مهمه، از همه جا هر چقدر که هست از هر طرف سعی کنید که یک فاصله داشته باشه. اینو میارم اینجوری، بعد اینو مشکی میکنم، مینویسم اگه اینو دیدی سوایپ کن، مثل اون آنلاک آیفون های قدیمی تر. خب بعد یه المانی هم براش قرار میدم برای اینکه یه جوری بفهمونیم که به یک سمتی باید بکشه اینو، که مثلا یه همچین چیزی. خب بعد اینکه اینو من یه دونه و دورش هم که میخواستم دیگه کر باشه دیگه. آره رنگش هم حالا این میذارمش اینو نیم حتی. خب رنگش هم کماکان همین رنگی، یه جوری که نشون بدیم که مثلا تو میخوای چیز کنی باید به این سمت بکشی، یا حتی میتونیم داخلش بذاریم، تو باطنش بذاریم. نه
همینجوری خوبه چون بعد این پنری براش داشتم. خب این الان خیلی باحال شد. من اینو دوباره پاک میکنم، یه کپی از این میگیرم، اسم این استیت رو میذارم نورمال، اسم این استیت رو میذارم سوایت. خب وقتی اینو میکشه، یعنی اینو میبره سمت راست، این اتفاق میفته. این میاد تا اینجا. خب این میاد تا اینجا و این هم مثلا اینجا میره بیرون. خب حالا یه انیمیت کوچیکی اینو انجام بدیم. من یه کپیشو میذارم اینجا چون کامپوننت هر کاری بکنیم اینجا نمایش داده میشه. بعد بهش بگیم که شما بیا اینجا بچسب. حالتش هم رو درگ میذارم. حالا نمیدونم اینجا امیدوارم کار بکنه، بقیه چیزاش درسته. میام اینجا پلی رو میزنم ببینیم کار میکنه. آها خب خوبه تا اینجاش داره کار میکنه. خب بعد دوباره میذارم روی صدا. آها این خب حالا میخوایم بگیم که این کاربر اینو دیده. یعنی من اگر اینجا یک پلی بزنم، اون پیج، این فیلم، اینو دیدم. حالا میخوام که وقتی که این سوایپ کردن میرسه به سمت راست، همین کپسول سوایپ ایواش بزرگ بشه و کل این محیط رو بگیره و بگه که مثلا واشت، مثلا یه همچین چیزی. واسه همین یک حالت دیگه به وجود میارم. اینجا تو این حالت من میام اینو بزرگ میکنم، به همه جا میچسبونم و این شکلی و اینو میارم وسط چین. خب یه مقدارم حالا شاید بزرگتر از وسط. حالا دیگه چی کارم؟ آها یه دونم تیک میتونم بیا بزنم اینجا مثلا یه همچین چیزی. خب اینم رنگش رو میکنیم مشکی و بهش کرو حالا نمیخواد بدیم، همینجوری بخوام نگهش دارم. خب البته کرو داشتم خوب بود. خب نه اصلا نمیخواد، دست به نمیزنم. حالا میخوام الان مکانیک چیه؟ اینه که میخوام اینو سوایپ کنیم، وقتی سوایپ کردیم و ورداشتیم این بزرگ بشه و بگه که اوکی دیدی. پس الان ما از این به این انیمیتی داریم. این خطا داره نشون میده. من اینو بزرگترم بکنم که ببینیم. ببین اینا از این به این انیمیت داریم. از این دومی به سومی هم باید داشته باشیم. ساختارش الان فرق میکنه. به جای که بگیم آن تپ یا آن فلان، میگیم افتر دیلی. دیلی هم در مثلا میذاریم 1 ms چون 0 اجازه نمیده. یعنی چی؟ یعنی هر زمان که این تبدیل شد به این، خودکار تبدیل بشه به این بعدش. حالا باید ببینیم که همین هم چجوری جواب میده دیگه. خب میریم اینجا، اصلا میریم از قبل الی، الان هیچی نیست. اینا رو میاریم بالا. هوم پیجمون چیه؟ فیلم بتمن. من اینو دیدم. تمام. یعنی اجازه داریم میدیم به کاربر که بازی بکنه. یعنی در جا بهش نمیگیم که خب تو تا سوایپ کردی این بشه واشت. اول تو بکش سمت راست، بعد در واقع این واشت درست بشه. حالا بازم میگم کارهای خلاقانه تری میشه کرد. مثلا اینکه ما بگیم مثلا اینو من کم وسط تر نگه دارم، یه جوری باشه که زمانی که داره سوایپ میکنه این یک هوا فواصلش نزدیکتر بشه. یعنی انگار که یه نیمه فشاری رو داره به ذهن کاربر میاره که تو داری یه کاری رو انجام میدی. حالا اینو یه تستی بکنیم. مثلا اگر همینو بزنیم، این روی همین حالت مونده. دوباره باید بیارم فکر کنم. خب من این اگر بکشم این ور، بعد باش میشه. یه بار دیگه پلی بشه سوایپ اینجوری. یعنی داره میگه واقعا دیدی؟ اگر دیدی بکش سمت راست. وقتی میکشه سمت راست خودش کامل میکنه باتن و میگه اوکی دیدی. و کاری هم که میتونیم بکنیم اینه که داشتم فکر میکردم زمانی که رو این کلیک میشه برگرده به حالت عادی. یعنی آره
ببینیم این چجوری انجام میشه، شاید یه سری مشکلات بخوریم. برو سمت راست، دیدمش، تموم شد. نه ندیدمش. درسته، دیدمش، بزرگ میشه. اشتباه کردم. اینجوری. خب سوال باشه، این که درسته، اینم درسته. داشتم فکر میکردم که شاید به این من دست نزنم، کمی زیادی داره میشه انیمیشن و فقط بیا سمت راست به این شکل باشه. این الان خوبه. و یک کار جالبی هم که داشت به ذهنم میومد اینه که این المانی که اینجا داشتیم، این فلشه رو ببینیم، فکر میکردم شاید بشه کاری کردم. ما فیگما فکر نکنم راه بیا سر این یه دونه کار با من. اینه که وقتی که اینو ما اول به این شکل داشته باشیم، خب بعد اینو که من میارم اینجا، خود آیتمش کوچیک‌تر بشه، که بازم میگم فکر نمی کنم این اتفاق بیفته، و اینم بره بیرون و این دوتا هم بیاد اینجا. خب من فکر میکنم که فیگما اینو کشیده میکنه. حالا تست بکنیم. ببین اینجا نه، یعنی به هم فکر میکنم. ببین میگیم که آقا من دیدم. آره الان اینم باحال شد. میگیم اینو مثلا میگه بکش سمت راست اگر دیدی، میگم دیدم. این خط رو باهاش میکشه. ولی به نظر من چون داره خوب دیده نمیشه، همون کاری که قرار بود اول بکنیم ما انجام بدیم. یعنی این اینجا باشه، یه کپی ازش توی همین باتن، با هم اینا میگن سمت راست. اینجا در واقع خود به خود میره بیرون از کادر و اوپاسیتیش هم صفر میکنم این دفعه. فقط زمانی که داره تبدیل میشه به این حالت رو من خواستم کار جالب تر انجام بدم. مثلا الان این شکلیه، بزرگ میشه و افکتش رو به جای اسلو میخواستم بذارم باونسی، یعنی میره برمیگرده. ببینم مثلا فرقی میکنه نمیکنه. هوم پیج، این فیلم، برو راست. خیلی تند شد. همون حالت اسلو که داشت خوب بود. اینو دیدم. آره دیدی. خب خوبه. یه چیزی که فقط دارم دیتکت میکنم اذیتم میکنه اینه که این واچ آخر چون نوشتهش با این یکی نیست، باید یک انیمیشنی داشته باشه. الان انیمیشنمون اینجوریه که ما این میره سمت راست، خود این باتن تبدیل میشه به این واچ دومی. ولی دوست دارم که این از یه جای دیگه بیاد، ببینم میشه یا نه. چون داد فرستادیمش سمت راست، مثلا این اگه از سمت چپ بیاد باحال میشه. یعنی من اینو یک کپی از این بگیرم بندازم توی فریم قبلی، بیارم اینجا که هر وقت نیاز به این انیمیشن شد خودش از سمت چپ بیارتش. اوکی من این فیلمو دیدم. آها عالی شد. الان ندیدم، اینو دیدم. همون این الان خیلی خوبه. یا حتی اینکه ما میتونیم اینو بیاریم وسط چین کنیم و بگیم شما از پایین بیا بالا، و همینطور بقایاشو توی اولین باتنمون هم بذاریم، چون یه زمانی که اینو میزنیم قرار بشه این. دوباره اینو من میندازم اینجا، همین پایین که هست ببرتش پایین. اما اینجا چون که همه چیز کوچیک میشه، من میخوام بگم از سمت راست فرار بکنی. یعنی میندازم اینجا و میگم برو بیرون. خب ببینیم چی شده الان. اینو من دیدم. عالی. تا اینجا ندیدم. خودش میره. عالی. الان خیلی خوبه. حالا در نهایت هم که اینجا که هستیم میتونیم این آیتمی که میره رو، اون واشتی که میره رو هم اوپاسیتی رو صفر بکنیم که وقتی داره میره کمرنگ هم بشه همزمان. یعنی این شکلی میکنیم. دیدم. الان خیلی به نظر من باحال و تمیز شد و کارهای جالبی ما انجام دادیم اینجا خیلی زیاد به نظر من.
اول از یک آیکون کوچیک از روش ساختنش و انیمیتش صحبت کردیم و یک منوی ساختیم و این منو رو هم کم کم ساختیم، یعنی اول از این جایی میاد، بعد بهش پس زمینه دادیم و بعد یه سری آیتم قرار دادیم که لود میشن، انیمیشن لود شدن هم نشون دادیم. بعد هم این که چه المان‌هایی تو صفحه مهم‌ترن و چجوری ما اینا رو توی موشن و انیمیشن نشون بدیم و توی یو آی نشون بدیم هم راجع بهش صحبت کردیم. و یه سری جاها هم مثل این پیج لازمه که مثلا به منوی که تو صفحه اول خیلی اهمیت میدیم کمتر اهمیت بدیم و این کار رو هم انجام دادیم. و در نهایت هم یه باتن خیلی باحال ساختیم برای زمانی که یک نفر فیلمو ندیده و میخواد بگه که من دیدم و میتونه بین این پوزیشن ها در واقع سویچ بکنه. البته که خیلی کارها میشه کرد و الان من شاید یعنی وقتش نباشه خیلی بخوایم اون کار بکنیم، اما در کل من بخوام یه چیز کلی بگم که شاید این برسونه کلا ما تو انیمیشن ها چی کارهایی میتونیم بکنیم، خیلی ساده است. یعنی من 3 تا آیتم اینجا قرار میدم برای اینکه کلا اون استایل انیمیشن فیلم دستتون بیاد. دارم میگم یکی این رنگه، یکی این رنگه و یکی هم این رنگ. خب الان من اینا رو 2 بار کپی میکنم، یه بار اینو میارم اینجا و یه بار میبرم پایین. خب الان همون لایه ها رو 2 بار تغییر دادم و یه بار انیمیت میکنم، میگم وقتی تپ شد مثلا اسلو این کار انجام بده، دوباره هم همین کار رو میکنم، این انیمیشن قبلیشون پاک کنم، دوباره هم از همین میگم برو اینجا همین کار رو بکن که اول ست کرده بودم، از اینم دوباره میگم برگرد سر جا. این 3 تا الان این 3 تا اسکرینی که دارید میبینید اصاره تمام چیزهایی که تو انیمیشن های فیگما انجام میشه. از قبل باید برنامه‌ریزی براش کرده باشید، یعنی این شکلی هر چیزی رو که شما از قبل براش آماده باشید تو فیگما دستتون رو میگیره باهاتون میاد جلو، یعنی نشون میده اون رفت و آمد رو نشون میده بهتون. و همین به نظر من کار جلسه خیلی باحالی بود، چیزای جالبی درست کردیم و امیدوارم بخش حالا این کلاس رو بتونید جایی استفاده بکنید و یک افکت های جالبی خلق بکنید و خیلی ممنونم. من دیگه خیلی نکته‌ای ندارم دوستان، خوشحال میشم اگه سوالی هست از من بپرسید و بریم